یوه دوتاییمون قسمت دوم امیرعلی تیزه‌دار و محمد تیزه‌دار. امیدوارم از این ویدیو نهایت لذت رو ببرید و از قسمت قبلی خوشتون اومده باشه. انتقادی چیزی اگه در مورد ویدیو هست بگید، ما ناراحت میشیم خوشحال میشیم که ما رو توی ویدیو راهنمایی کنید که بتونیم شما رو بیشتر خوشحال کنیم. شیل که دارم من الان یه جورایی فول آهن شدم دیگه. بفهم اومدن این چیزا رو هم بیار کاشتم نشکر رو اونا کو خب بذار زیر میره آهن بذار بعدتر آهن جمع کنم میذاره یه دونه لباسش بذار اول یه دو درست کنم اتاق شالا بندازم اون بر هوا اگه یه ذره صاف بشه خیلی دوست بهتر میشه نفونه که به آدم شکرد اینم به درد نمیخوره اینم که این خیلی خوبه برو خلاص بای بای. خب بای بای ما رفتیم بای 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 نکن بای 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 های یعنی سلام بای یعنی خداحافظ. سلام خداحافظ. سلام خداحافظ میکنی؟ اینو اول کلا اینم کلام غلام بپر تو کلام باشه دیگه تو هم اون چند حرف میزنه مغزمون. خب دیگه کفش هم نیست فقط ذره دیگه انجام کنم نیاز میشه. این شب نیست کلا صبح قاچه که بیتنه درخت واقعا فکر خوبی که مانکرافت شیلو درست کرد. یو حضرت زامبی اینم کدوم اینه به درد میخوره ایرم کن برو دیگه الان بمیری. یه فکر دارم خیلی خوب. اوه چقدر اوهن این طرف رو نمیده بودم. شب شده بخواب بایسته بذار اینجا یه ذره بیام پایین بخوابیدی بخواب تو من الان نمیفهم هر موقع تو خوابیدی من باید بخوابم چون که الان اینجا کنفایی کنم تو بخواب من خوابیدم بابا نمیفهمی چی میگم؟ من خوابیدم. خب اینجا زامبیه خب کو خوابیدی؟ نه خوابیدم بیا منم خوابیدم. هوا هنوز بارونیه الان قد میشه یا قد شد قد شد نمیشه بالاخره یه لپیز به دست آوردم. این زیرش هم آهن لپیز. من فعلا در جستجوی ویلیج هستم. حالا یه خونه بساز زیاد نزدیک ویلیج هم خونه درست نکن. یه خونه باید بسازی. حالا ویلیج پیدا کنم سنگ و اینا. الان یک خونه خب نگاه کن بیا نزدیک این چیزه ویلیجره خونه ویلیجرها. خب همینجا رو هم می‌داریم تسخیر می‌کنیم برای خودمون.
نه بابا خز میشه. خز بده. خز نه. چرا من نمیتونم اینو فعال کنم چیزام باید مکانی چرا فعال نمیشه؟ ما خیلی اونجا دوباره ویلیجر اسپان کنه که چیز کنیم با دوباره اسپان بشه دوباره بریم با ویلیجر محافظت کنیم دوباره تخفیف چیز کن منو شاه کن بودو بر چی؟ خودت شاه کن میخوام چیزامو درست کنم چطور؟ موقعیت مکانی رو میخوام درست کنم موقعیت مکانی بیا کردم بذار منم درست کنم والا آیرون گالم برو دیگه چرا حرکت نمی‌کنی نهاش خب من ارتفاع 15 هم یا حسین برو اون دایمنده؟ برو نه بابا دایمند نیست نه برو بریم اینا رو بزن برو کیرپرف کم دایمنده اوه چند تا خونه ویلیجر پیدا کردم اینا رو خونه تیرو برو اوی من اینجا بیفتم سقط میشم اوه برو این آیرون گالم رو آزاد کردم پس کجا رفتین؟ سقط شده سطل آب دارم؟ نه ندارم آیرون گالمه اینو نمیزنه خیلی شلکسه فهمیدم کجا برم پایین بایسا بابا ای بابا بزن اونو برو بالا برو بکنه آیرون گالم میزنش برو بزنش دیگه چه نمیزنی؟ اینجا باید برم پایین خب بذار یه کاری میکنم لپیزم هست دارم میکشونمتون میارمتون اینجا دایمن دیدم ای والا من دایمن نمون فقط من الان برم پایین که سقط میشم چجوری برم پایین من انقدر برم تا برسم به اون ده زور کریپرام تا من نجات بدم بازم دایمه همینجا چسبیده بود در دیوار داشتم راه میرفتم ای با منطقه اینا من یه سر جونم پرشه چند تاست خدا چند تاست یه دونه چه گداه یه دونه انصافا چیه بازم یه دونه هم یه دونه خب زغال ندارم اشتر لوز کنم یا بزن آها ای گلالم گالم برو بریم حمله ماشاءالله اون یارو رو باید خود بکشی ها که ران شروع بشه اونی که پرچم داره رو میدونم دیگه جانو پیدا نکردیم خب بکشش 90 دقیقه است یعنی ما 90 دقیقه میخوایم بازگاه ویلیج آخرش پیدا میکنیم دیگه 90 دقیقه اون معجونه میبونه روش فهمیدی حالا؟ اوه دارم میکشن آیرون گالمو آهن نداری یه چند تا آهن بزنم بهش اوه نتوز شب شده بروسا شب شد یه دقیقه باعث حتما زامبی تو دهنمه که دیگه آره دیگه این بود فکرم آره همین دایمنده بود نه ترک او دایمنده منه او آیرون گالمه نه این هم یه دونه است شرط من هم یه دونه است بیا نگاه دو تا حالی هر دیدی گفتم دیگه آخری بود آخری بود سلطان دیگه پیدا نمیشه اونی که آیرون گالمه رو فکرم وسط آب بود اینی که سقطش کردن اونی که چی
میبینیم بچه اینجا هردو رو نگاه کنم. شاخ شده واسه ما. اینجا هم چیزی نیست. خب بزنیم بندازم بیرون. اینجا هم چیزی دیگه چی نیست. بندازم بیرون؟ من یه دونه بچه در کارمون را بید. این قرچه هم بندازم. چوب دارم آره. خب اینم آهن بعدی رو. 1 2 این سه تا رو میذارم. الان ما باید بریم اینجا این وقت. بابا چجوری از تو دیوار میزنه چیتره. این عجب چیتره عوضی. واه 50 تا آهن تو هم عمرتون دیدین. اوه یه سری موجود هم هست که اینجا زندانی کردن. اوه اینا خیلی به درد میخوام ولی دقیقا نمیدونم چی کار میکنم باشون. والا من فکرم یه دو چوب بهشون بدی برای چوب میارن کلی. اگه اشتباه نکنم. خوب اینجا نه اینجا. نمیدونم دقیقا نمیدونم چی کار میکنم ولی حالا دیگه یه ذره تحقیق کردم. اینجا. خب این آهن اینجا. بابا زیاد تحقیق نکن. چوب دادی بهش؟ بزنیش کنه نکردی چوبا. یا اینو کلم. باید بذاری رو دستش. یا اینو کلم. این دیگه من هیچ دمیجی نمیتونه بزن. یا اینو کلم بود چقدر شد. فقط اذیت. یه دونه رستوران بردارم چیزش دستم بیاد. این هم دیگه بندم برم بالا. اینا سنگای خوشگلیه ذره اینا بکنم. سنگای عالی. کاری ذره از سنگ معمولی ذره دیرتر کنده میشه. بخواب میخوابی؟ برم تخت بردارم؟ بخواب همین الان بخواب. یه ثانیه بشه. یه ثانیه شد. مردی؟ پرچه مردی؟ بخواب دیگه. میدی کجا مردی؟ اینجا تو بریزر است. بریزر نقطه چند بود؟ اصلا کدوم طرف رفتی؟ همون طرف رو بگیر برو. بریزر باید میرم. تو کجایی الان؟ سمت خونه بریزر من نیست میگه. آره بیا خب بیا دوتایی بریم. من بذار اون اینجا برم بالا. بابا رفته بودم بالا چرا اومدم پایین؟ روی زاره آرومتر بزن. برو چه خیر. وای مردم. الان میمیرم.
ریسک بزرگی. بابا بمیرین دیگه. میای بالا؟ بابا باید بتونم بیام بالا دیگه. فقط میگه بیا بالا. خول نیستم که. درد سر شده و باید یه روز صاف بزنم برام. خب الان میفتیم دیگه. نون چه سریع خالی میشه. یه ذره جون بده. یه ذره میشه دیگون بخوری؟ منتظرم که شما بیای بالا. بیام بیرون مردم شبه. اول شلوارم درست کنم. 6 تا میخواستی که همیشه هستی میگه نمیخوری همه دوباره گوشتن میشه. اومدی؟ الان میام. از کجا اومدم؟ آهن کجا رفتی؟ کنم عجب. اون پیلجر مورد مکانیشو زدی؟ بابا چه کی داره پیلجر؟ من اینجا دارم میمیرم. خب اما سوراخه بود. جاها نبود نمیبینم. رکا همینجا میکنیم میریم آروم آروم بالا. 1 ساعت و نیمه داری یه دونه ساختمون رو داری میای بالا. بابا این اسلایم ها ول نمی کنن. خب من چجوری بیام؟ ای بابا عقب که داری برو تو دیوار از دیوار بزن بیا بالا. خب وکیلی
وایسا اینجا کجاست؟ اینجا میشه رفت اینو. آره من فکر نکنم. آره پا میتونم بذارم بیرون ببینم. هیچ جامو نمیبینم قطار که اینو آخذا زغالم پیدا نشد. این ندارم قراره. راستی اینجا اومده. آره اینجا اومده. من برم این اینجا فکر من برم اینجا بالا. اینجا بریم بالا. بابا من اینه مشعل. اوه شانس. خروج باید این حالا پیدا میشه خیلی بمیبینم. این کم کم دارم پیدا میکنم. نمیره یه جا پیله بره بالا بهتره. خب امیدوارم دیگه بالا سر اینجامون دیگه آب نباشه دیگه. آمین. دیگه جون احمد دیگه بتونیم بریم دیگه. خب سم بدون مشعل نمیشه انجام. چون نمیرسیم. این چند ارتفاع اومدیم بالا هم نرسیدیم. اوه چه رسیدم به خاک بالاخره. آها رسیدم بیرون. آخرش بالاخره بیرون رو دیدم. چه خوبی داشت بیرون. آها دقیقا بغل ویلج. خب کوشی تو
منفی 320. چند؟ منفی 300. رفتی؟ کدوم منفی 300 کدوم مثبت؟ بذار یه جور صاف برسم کنم. منفی اینجا که تو بودی یه دو ویلیجر داشت دیگه. آره یه دو ویلیجر داشت. میتونیم همین الان راند رو شروع کنیم. ولی نه اینجا نه. این با این یه دونه نمیشه کاری کرد. فقط یه چند تا وسیله اینجوری داره. من سرزمین بامبو. خوب بامبو بکن. یه دو بامبو بکن بخواد بیار. دیگه اونجا نمون دیگه. یه دو بامبو بردار دیگه برو. میتونی بکاریشون. خب از توی آب رفتی آره؟ نه بغلم. ها؟ بغلم. بغل آب رفتی؟ تو چنده زدی تو؟ دقیقا هم میگی ارتفاعی دارم میام. یه ویدیو جمع کنم پیدا کنم. منفی 460. آره یه دونه فهم پیدا کردم. چون که ارتفاعش فرق میکنه. سر یه خونه تو همونجا وایسه سمتون ویلیجره. اونو ویلیجره. ویلیجره من نمیدونم کجاست. کشتیه اون؟ کشتی بشه زنگ رو بزنم همه برم تو زندانی کنیم تا کار رو اوکی کنم. کار کشتی بگردم یا اینکه یه چیزی دیگر. ببینم. آره کشتیه. نقشه داره چیزای خوبی داره. دامون ماینه داره. خب یکی این توه بذار اول اینو زندانی کنم. چیزای خوبی که نداره. برو بالا. این یکی قاسنده و شاید اینه. همینجا تو جهت داره. اول این یه نفر رو زندانی کنم تا برسی به بقیه. این یکیشو چجوری من پیدا کنم؟ خب بیزنه شما هم تو زندانی بمونه تا به کارهای اداری رسیدگی کنم. این هم اینجا میگه قاسندهاش نمیدونم والا کجاست. اینجا باشه. رسی ببرم بیخیال حسن اینجا خودم یکی میخوام این همینه. هر موقع به جوانم پیدا کردم اصلا رو برمیدارم. یا منفی چپی 448 وسطی ما 433 راستی منفی 300. اون چپیه چند بود؟ منفی 447. اول یه منفی 447 منفی رفتی ها.
همینجوری ترتیبم تا پیدا کنم دیگه. راستی منفی 200 منفی 300 309. هم درست نمیده. هم صافی هم میخورم. این منفی 300 منفی 400 هوا نزدیک شب تو بگو سریع ها. تختم چی بشه. رسیدم به یه جا. ویلیج دیدم. همون که گفتی دقیقا همونجا. همون ویلیج آره. سر گیرشون بندم. بودو تو اون سرشی. آو اینو کی انداخته بودی؟ حواسم نبود اینو کندم یهو گوشم بود. همه که گندم جلوشونه رو دست نزن. خودم گذاشتم. تو اینم آدمه. تو اینم آدم هست. اینم زندانی کردم. خب یه لحظه فکر کنم نباشه فعلا. این مشکلی پیش اومد محمد تیزران نمیتونه باشه. خب تا ویدیو بعد خب دوستان یه چند لحظه کاری پیش اومد ما بریم اونو انجام بدیم الان میاد. خب دوستان اومدیم برای ادامه ویدیو. یه مشکل اینترنتی پیش اومد. اینترنتی آرنگاله ببینم. آرنگاله بنده خدا درکی. اوه آرنگاله سقط شده اینقدر جنگی داره. من تا اون موقع اینا رو یه لحظه جمع جور کردم تا بیاد. این تخته رو به دستم بگیرم. آرنگاله تنها ما به بازی که نمیدنه فرق میده. کیپره. خلاص 3 تا کار و 3 تا تخت گذاشتم. خب بقیه‌شون مهم نیست دیگه یا بقیه‌شون هم بیاریم. 4 تاشون رو بیار. نه دیگه زنگ بزنم. بودو تخت زیاد بذاری همشون میان دیگه. بکن تو هم بکن. من چیکار می‌کنی؟ تخت رو کندی دیگه تخت میشه دیگه. نه این وری اونایی که بستی یاد نیست. اونایی که بستی
که دستان رو بیارم. من این شب با دست بکنم. واسه چرا با دست بکنم؟ دشمن دارم میشن که بشه زمین بکنم. دشمن دارم. بشه زمین بیاد دوتش پخته بود. تا موقع با این خب یه ذره صاف بذار که این بتونه بیاد بیرون دیگه. میذارم. وا کن اینجا رو. آیسته بذار بذارم یه چیزی. خب میدمت بفهم بیرون کجا. بیا اینا گذاشتم. بذار اینجا رو باز کن. اونا بازه بابا بازه خب راه بازه یعنی میتونه بیده جا. الان میتونه بیره بره. شما چجوری؟ آها فهمیدم. کشاورز شد. شغل کشاورزی هم بکن دیگه همه رو. من دارم اینا رو درست کنم. فعلا هر چی دارم دست بود باید چیز کنم. نه یه جا باز باشم میرم تو دیگه. یه جا شب بشه خوشون برم. شب بشه. نه بابا خدا وکیلی. دیگه دست شما درد نکنه. سلام دوستان دوباره یه مشکل. خب ما 4 تا داریم داشتم یه دونه زدم اینو ساختم. اوه بذار یه دیگه تو برو. زنگوله رو بزنم. زنگوله کجای دستته؟ نه بابا زنگوله هم میگیرن به عنوان یک کار. زنگوله هم بکن بیار به عنوان یک کار میگیرنش. رسیمت تو؟ همه اومدن. چند نفر تو من؟ هیچی فکر کنم. بذار شب بشه. خب بذار شب بشه. یه نفر دیدم خب بذار شب بشه باشه. بذار شب بشه. 2 نفر تو من. در رو ببند دیگه. نه بذار شب بشه. الان همه میریزن تو. یه دقیقه بذار شب بشه. گوش کن دیگه. خب بریدن تو همه چیزا رو کندی بیرون یارو. همه چیو کردم. بذار اونا خب بمیرن. کلا 6 تا دیگه آوردیم دیگه. من چقدر میخوای جا کنیم؟ بابا ابوالفضل اینجا شد درو دادی. اونا رو سبت کردی. درش هم من کردم. همه‌شون جمع شدن اینجا. در نگاه میکنن. در رو میتونن وا کنن آره؟ نه در رو وان میسن نگاه میکنن. بودایی تو بابا بودایی. مثل روش قدیمی میریم تو. روش امیرعلی تیزرآری محمد تیزرآری. این طرف هم اینجا بود کندن. خب بابا خب ما رو من
تنها بده تنها بده. خب یه تنها بایسا. دوستان عزیز همکنون آهو. خب حالا اینو بزنم. در چرا گذاشتی؟ اونو من نمیخوایم ببندیم. در نظر یا برده در رو. شب میخوام در بود پشت در نمیشه کنم. میدونم وا کنم. در رو بلدم وا کنم. میدونم بلده. این یکیشون گیر کرد. یه ذره مغزش تند بود. کنه عویز مبارد کنه. خب داره شب میشه. خب یک برو اون دره رو بکن. بدو خب دیوار باشی؟ نه دیوار نزد. بیام تو دیوار بذار راست بیام تو. خونهشو تکمیل قشه. اوه توش مشعل بذارم. وایسا. اوه مشعل رو گوشم اینجا. اینا دستم. برو آهنا رو برشی. پول آهن کنی خودتو. نه من نپخته بکنم. بکن بپزم. اون خوابیدن. در ببند. بستم در رو. ایول من نفر خوابیدن تو. خب بذار پارکور کنم. همه 6-7 نفر 5-6 نفر خوابیدن. خب چیزمون کم ها. اتفاق ما یه ذره ببریم بالا. همین خوبه. دو بلاکن دیگه. کلاش 2 بلاک جا میشه. 5 بلاک جا نمیشه که. الان نیازی نداری. فعلا باید خونه‌شون رو اول درست بکنید. خب بیا کنم بخواب. اینجا خوابیده. اینطوری نمیشه. اینجا رو بنیاد کن. بچه اومده خوابیده دیگه. زمین خوابیده. شن خوابیده. نب نه بابا این تو کلمه روشنه. فیلم هندیه دیگه. ده بزن. بلندش نکن دیگه. الان برای من اینجا تغییر میکنه. روشن خوابیده بود. حال کردی؟ اوه شیت من تو دیوارم. نه این برایشون خطرناکه. بزنمش اینجا. آیرینگاله مفتد دنبال اونا رو برم. بذاری زن اینون. بابا در رو چرا باز کردی؟ در رو باز نکردم. نمیدونم تو اومدی بیرون کریپر درکیده. من بیرون نیومدم. من همونجا بودم. چند نفر تو رفتی بیرون دیگه. من اینجا بودم. من اونور بودم. این طالبی میومد تو میترکی. من تو بودم. تو نفهمی. من این ور بودم اصلا اون وری نبودم. آقا درست آقا من زدم تریکوندم. خوشم اومده. لج میکنه. بذار قبلش بیدم نون براشون بندم. یکی از شغلا ترکید.
واسه برو پایین یه شغل بندازم بذار. نه اینجا پارکور میکنیم باشم ترکی دینم بگو اصلا اینجا چرا اینجا بلوک میذاری که زامبی بره. الان اینطوری پارکور بی خب دونمونم اینجا. بابا همه چیمونو زدی ترکوندی. اون یارو دستگاه کو؟ دستگاه توش چیز میپزیم اون ترکی. آخه ترکی باید دستت باشه دیگه. الان دستته یه نگاه بکن. اینا این چی الان؟ این شغله رو کسی نگیره. این درخته ولی نه. خب دنیای خودم بود توی سیور خودم شغله دیگه. میخوام خونه درست کنیم با همین نوع درختا. من میخوام یه خونه درست کنم. اول باید جامو خالی بکنم. آقا به وسیله من دست دادن یا من وسیله هم اساسم؟ این طبقه پایینی ها دست دادن. 5 پایینی ها حله. این 5 پایینی ها به این ردیف ها دست دادن. چرا کفی نیست بر؟ خب حالا بریم یه ذره چوب بکنیم. خونه ویلیجر رو خراب کنم. اینجا خالی بشه خونه ویلیجر نباشه قشنگ‌تر میشه. حس بهتری بنداز. چوبشون چقدر زیاد هم هست. چوبشون به خونهشون زیاد. خب اینا هم بکنه. یه تخت اینجاست. یه تخته رو بر بذار تو بیا. شیلد نمیتونم بسازم. شیلد چوب میخواد و یه دونه آهن. چوب ندارم. اولم ندارم. چند تا چوب بدم؟ بکن. ندارم تا کلا چند تا میخواد؟ 1000 تا نمیخواد. این تخته هم میوردی دیگه بیا. خب نه این تخته همینجا که الان بودی کجا رفت؟ اون بارو نرفتیم و نگاه اون بارو یه کلی ویلیجر اونجاست. یه تبر بسازم. 2 تاست کنم. یه کلنگ و یه دونه شیلد. یه شیلد هم بگیرم. یه ویلیجر چه کاری داری؟ ای غذا پخته است. میگه که یه شغل غذا پختن داره اینجا. داریم میاد سمت ویلیجمون. خواهم گالم رو بکشم. آیرن رو بخوام بکشم. آیرن گالم. تو که درو میگی بی زحمت درست درو بده دیگه. نصف خونه رو درو دادی نصفش مونده. ای یاروه این حیوان جدیدات اتوش میتونی به زره سگ درست کنی. زره سگ هم اومده. یه برای سگ زره درست کنی. من دوستشون و اینا از عنکبوت میترسن. این فارم عنکبوت پیدا کنی میتونی باش فارم عنکبوت درست کنی. غذاشون هم چشم عنکبوته. اون قرمزا. نسخه خفنیه دیگه. نسخه خفنی. نسخه
منو شوخی نکنم. من 14 سالم این نیست جارش. خب اینا از این چوب چیزاست. آره این از این چیزاست. اینم خوبت نیست. هرچی میبینیم میکنیم دیگه. بکن این شیشه رو نگاه کن. الان کلی چوب دست آوردم ولی بازم کمه. همین دوره باید فکر کن یه دو ویلیج با یه دو پیلیجر با یه دو همون یارو چیزا دیگه همه چی حله. یعنی همین نزدیکی یه دو پیلیجر باشه حله چی شد. گاوداری شروع میکنیم. همه تیزه را یه ذره گاو جمع کن لطفاً. یه جا درست کن برای گاوا. گوسفندم لازم داری. اینجا رو سریع همین الان درست کن. من خونه رو میخوام درست کنم. اوکیه؟ آره چی قوری دیگه. اینا دیگه بره بده به من. یه بیل یه چوب میخوام. یه بیل خب خودت بساز دیگه. من نباید برای تو بسازم دیگه. اصلا یه جا عجیب پیدا کردم. جلوه شو اول فصل. اینجا دیگه کجاست؟ وایسا. انگار با TNT زدن اینجا رو فرستادن رو هوا. نگاه چه چاله کنه. TNT که گوشی من اصلا نمیکنه. واردش اصلا نمیتونه بشه. فعلا شوب لازم داریم.